دیگه از این موادهای شوینده برای تمیز کردن روشویی و شیرت استفاده نکن. اینا همش باعث نابودی ریه‌هات میشه. اینا رو بندازش دور بابا، دستگاهش اومده. با این بخارشور بدون هیچ مواد شوینده‌ای بریم این روشویی و شیر رو تمیزش کنیم و برق بندازیمش. در مخزن رو باز میکنیم و یه مقدار آب داخل بخارشور میریزیم. تبدیل مخصوصش رو وصل میکنیم. 2 تا سری مخصوص جرمای سفت و سخت داره که یکی رو وصل میکنیم. به همین راحتی که دیدی بدون هیچ مواد شوینده‌ای روشویی و شیر رو تمیزش کردیم. فقط نیاز به دستمال داره. ممنون میشم این پست رو لایکش کنی، ذخیره کنی که خیلی به دردت میخوره. برای دوستت که خیلی به تمیزی اهمیت میده حتما بفرست.